دریای پرتوغیانی آمو مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان و خواهان افغانستان را جدا می‌کند. این سوی مرز آرام است، اما مقامات افغان میگوید در آن سوی مرز گروه‌های افراطگرا بیدادگری می‌کند. بیدادگری شورشیان در ناحیه‌های افغانستان و هم مرز با ناحیه‌های تاجیکستان مقامات تاجیک را وادار کرده است که با سربازان در ذخیره بوده و شکارچیانی که در مرز زندگی می‌کنند صحبت‌ها انجام دهند. مقامات در ناحیه هم مرز با افغانستان میگوید در صورت تهدید از آن سوی مرز به آنها یراق داده می شود تا وطن را از دشمن حفظ کنند. ما در موافقه با شعبه کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی همون شکارچیانی که در سرحد هستند اینها را به قید گرفتگی هستیم و اینها اگر لازم شود در خط اگر لازم شود این وطنداری از دولتداری است لازم شود وام یراق میگیریم و ما هم یراق میگیریم میریم. در دو دهه دروازه تاجیکستان از سمت افغانستان تیرباران شد. گلوله‌ها به منزل زیست دو ساکن دهه روزوی و مکتب دهه افتادند، ولی کسی از این گلوله‌ها آسیب ندید. مقامات افغان آن زمان گفتند تیرباران دو دهه تاجیکستان برقصدانه نبود، بلکه هنگام زد و خورد نیروهای حکومتی افغانستان با گروه طالبان تصادفاً به سمت تاجیکستان رفت. بعد این زنوزنی‌ها در آن سوی مرز و پرتاب شدن گلوله به دهه‌های ناحیه‌های تاجیکستان، مقامداران ناحیه‌های هم مرز با افغانستان سربازانی در ذخیره بوده و با شکارچیان صحبت کرده آنها را از تمرین گذراندند. همون شکارچی هستند. بعد که کمیسر ما چقدر برای سفربرکنی ذخیره احتیاطی ممکن هستند ما در این مثلا سوپاژ گرفتگی هستیم. ما بتالیون ها و چی میگن وزود و عدلیه ندیگه هم مشارکت کردگیم در کیسهشون رقمش ماندگی نمره تلفنشون در پشت هممون با پا میخزیم برای سرحد. این چیز در کار است. این مناره نظارتی هم در مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین و ولسوالی خواهان افغانستان جایگیر است. سربازان از بالای این مناره مرز را نظارت می‌کند. مقامداران ناحیه‌های هم مرز با افغانستان میگویند مرز تاجیکستان با افغانستان زیر نظارت است. مرز تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد.